سلام و درود و خسته نباشید دوستان نهایت عزیز، همراهان گرامی، انشالله که جور و صحتمند و سرحال باشید و لباس عافیت در تن داشته باشید. خیلی خیلی خوش آمدید میگم شما را به چینل تلاش میدیا. در این چینل با شما موضوعات اقتصادی، اجتماعی، انگیزشی و آموزشی به بحث گرفته میشه. اگر از اینجور موضوعات دوست دارید دوست عزیز، پس لطفا چینل ما را لایک بکنید، سابسکرایب و آن زنگوله کنارش هم فشار دهید تا بعد از به محض اینکه ما و تیم ویدیوی بعدی را منتشر میکنیم و یا میسازیم از همه زودتر به شما برسد. دوستان عزیز، امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنم که چرا کانال ما شما رشد نمیداشته باشه، سابسکرایب برای ما شما ریزش میکنه، ویوهای ما شما کم میشه و واچ تایم ما شما رشد نمیداشته باشه. مشکل در کجا می باشه دوستان عزیز؟ تمام این موارد میخوایم در این ویدیو همراه شما به اشتراک بگذارم. تقریبا از امروز 14 روز پیش ما کانال خود ساختم دوستان عزیز و در کانال خود اولین ویدیوی خود اپلود کردم. وقتی ویدیوی خود در کانال خود اپلود کردم، چینل ما ویوهای خیلی خوب میگرفت، خیلی رشد خوب داشتم، سابسکرایبرای زیاد جمع میکردم، ولی بعد از یک مدت دوستان عزیز رو به ریزش کرد، سابسکرایبرای ما کم میشد، ویوهای ما کم میشد و از این بابت ما به تشویش شدم و تنشن پیدا کردم و رفتم موضوع را امرای دیگه یوتیوبرها به اشتراک گذاشتم که برادر این تو یک مشکل برای کانال ما ایجاد شده، راه حل چیست؟ وقتی ما امرای دیگه یوتیوبرایی را به اشتراک گذاشتم و یک کمک جستجو کردم، دانستم که این مشکل تنها مشکلی من نیست، بلکه یک مشکل عادی است، مشکل طبیعی است، مشکلی است که تمام یوتیوبرها در سراسر جهان، چه کانال های فارسی چه کانال های انگلیسی، با همچین یک مشکلی مواجه است و این یک روند خیلی عادی است. خب دوستان عزیز، چرا سابسکرایبرای ما و شما کم میشه؟ اول باید ما و شما این را بپذیریم که یک چیز طبیعی است و در همه کانال ها اتفاق میفته و اگر با میلیون ها اشخاص تانسته که با همه مشکلات و با همه چالش ها که در داخل یوتیوب است، سابسکرایبرای ما و شما کم میشه، ویوهای ما و شما کم میشه و واچ تایم ما و شما بعضی وقتها رشد نمی داشته باشه، باز هم با ده ها هزار اشخاص، با صدها هزار اشخاص و باز هم با میلیون ها هزار اشخاص داخل یوتیوب فعالیت داره و از این پلتفرم جهانی درآمد دلاری داره و فعالیت میکنن. پس 100% ما و شما هم میتونیم که فعالیت بکنیم. هیچ وقت باید امید خود از دست ندیم. ولی میایم که روی ازی بحث میکنیم دوستان عزیز که چرا می سابسکرایبرای ما شما کم میشه. ما میخوایم 3 نقطه را امروز شما به بحث بگیریم دوستان عزیز. نقطه اول، به خاطری که بسیاری از افراد بالخصوص در کشورهای همجوار ما و شما مثل ایران، آنها از وی پی ان استفاده میکنن، از فیلتر شکن استفاده میکنن. وقتی آنها با وی پی ان وارد یوتیوب میشه، آنها لوکیشن های مختلف انتخاب کرده، با او خاطر از آی پی های نامشخص میاد چینل ما و شما را سابسکرایب میکنه. پس یکی از دلایل این بوده میتونه دوستان عزیز، چون که موقعیت مشخص نیست، یک روز مثلا از ترکیه میاد، دیگه روز ببینیم از کانادا آمده، دیگه روز ببینیم از استرالیا آمده. به این خاطر است که این آی پی های نامشخص باعث میشه که یوتیوب خو از هوش مصنوعی استفاده میکنه. این اشخاص چی میکنه؟ ربات تشخیص میده، چون رفتار این اشخاص ربات گونه هستند. خب دوستان عزیز، یکی از علت ها هست. علت دوم میریم که بحث بکنیم. علت دوم امی است دوستان عزیز که سابسکرایبرای شما یا کسایی که شما را فالو کرده بعد از یک مدت شاید از محتوای شما خوشش نیاید، بخواد که یک محتوای دیگر را دنبال بکنه، چینل شما را ان سابسکرایب میکنه و این هم باعث میشه که شما ریزش سابسکرایبر داشته باشید. میریم وارد دلیل سوم میشیم دوستان عزیز. دلیل سوم چی بوده میتونه؟ دلیل سوم بالخصوص برای کانال های تازه کاری است دوستان عزیز که وقتی ما شما میایم داخل پلتفرم جهانی یوتیوب فعالیت میکنیم و یک کانال یوتیوب میزنیم یا میسازیم، این است دوستان عزیز که ما شما به جای یوتیوب میریم راه های دیگر را جستجو میکنیم. مثلا کوشش میکنیم که از طریق واتساپ گروپ ها سابسکرایبر جمع بکنیم، کوشش میکنیم که از طریق مسنجر و از طریق فیسبوک یا از راه های دیگر ما شما لینک کانال خود شیر میکنیم که ما شما بتونیم سابسکرایبر جمع بکنیم و ما شما افزایش پیدا بکنیم. مشکلی را که ما خودم هم داشتم در کانال خود. خب دوستان عزیز، اگر ما و شما همچون یک کارها را در کانال خود انجام بدهیم، متاسفانه نتیجه خوب نخواهد داشت، به دلایلی از اینکه دوستان عزیز اشخاصی که ما و شما از دیگه گروپ ها آنها را جستجو میکنیم که بیای کانال ما و شما را سابسکرایب بکنه، آنها یوزرهای فعال داخل یوتیوب نیستن. اکثریت از اونا پروفایل خود عکس خود نماندن، از نام های اعتباری خوب استفاده نکردن و وقتی میایه
کانال ما و شما را سابسکرایب میکنه بدون از اینکه یک چند دقیقه ویدیوی ما و شما را ببینه لایک بکنه سابسکرایب بکنه و شیر بکنه فقط میآید دکمه سابسکرایب فشار میده و بعد یک هفته دیگه اصلا از اینترنت استفاده نمیکنه و داخل یوتیوب نمیآید. پس یوتیوب اینها را هم چی میکنه دوستای عزیز ربات تشخیص میده چون اکانت هایشان فیک معلوم میشه تصویر خودشان نیست نام های خوب نیست و ویدیوی شما را ندیده لایک نکرده کامنت نکرده پس اینها برای یوتیوب اکانت های فیک یا اکانت های جعلی محسوب میشه. یوتیوب فکر میکنه که در اینجا یک چال و نیرنگ وجود داره به این خاطر سابسکرایبرهای ما و شما را چی میکنه کم میکنه چون وقتی ما و شما در واتساپ گروپ ها اشتراک میکنیم مثلا 100 نفر یا 50 نفر یا 80 نفر یک دفعه می کانال ما و شما را سابسکرایب میکنه خب اینجا یک شک پیدا میشه چون ما و شما یک دفعه رشد میکنیم. خب به این خاطر دوستای عزیز ما و شما باید که بیایم روی راه حل فکر بکنیم. راه حل چیست دوستای عزیز؟ راه حل اول ای است دوستای عزیز که ما و شما وقتی از دوستای ما و شما تقاضا میکنیم با دوستای ما و شما زنگ میزنیم که احمد محمود غنی جعفر تو بیا چینل ما را سابسکرایب کو از اونا خواهش بکنیم که بیاید یک دقیقه دو دقیقه ویدیوی ما و شما را ببینه لایک بکنه سابسکرایب بکنه کامنت بانه شیر بکنه و بعد از یک ساعت دو ساعت دوباره بیا یک ویدیوی دیگه ما و شما را ببینه فردا باز بیا یک ویدیوی دیگه ما و شما را ببینه به این صورت ما و شما سابسکرایب خود از دست نمیتیم دوستای عزیز. این یک دلیل بوده میتونه برای پیشرفت کار و برای ادامه کار و ای که ما و شما بتونیم یک کانال موفق داشته باشیم. و دلیل دوم که ما و شما را میتونه کامیاب بکنه دوستای عزیز این است که ما و شما منظم کار بکنیم. منظم کار کردن نه تنها در یوتیوب بل در هر کسب و کار دیگر میتونه که ما و شما را جلو پرته میتونه که امرای ما و شما کمک بکنه. پس در یوتیوب ما و شما باید که کار ما و شما منظم باشه مطابق استراتژی یا مطابق هدفی که ما و شما ساختیم باید مطابق همو کار بکنیم. مثلا شما یک استراتژی منحصر به فرد خود دارین که در یک هفته شما 7 تا ویدیو در کانالتون اپلود میکنید. خب اگر شما این کار انجام ندید شما نمیتونید که در یوتیوب موفق باشید. مثلا شما استراتژی دارید که در هفته 3 تا ویدیو اپلود بکنید پس 100% باید شما این کار انجام بدهید تا که شما در کانالتون موفق باشید تا که شما در کانالتون پیروز باشید. خب دوستای عزیز این شد دلیل دوم و همچنان باید ما و شما در چینل خود استمرار داشته باشیم دامداری داشته باشیم پشتکار داشته باشیم. ان شاء الله تعالی 100% ما و شما میتونیم که داخل پلتفرم جهانی یوتیوب موفق باشیم و چینل خود با YPP یا یوتیوب پارتنر پروگرام برسانیم و چینل خود مونتایز بکنیم و از یوتیوب درآمد دلاری داشته باشیم. این بود ویدیو امروزی ما. اگر باز هم دوست داشتین که